بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و آله و صحبه و من دعا بدعوته و استنى سنته الى یوم الدین. سوره انبیاء آیه 87 و 88. بسم الله الرحمن الرحیم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خداوند کریم در سوره انبیاء می‌فرماید: و ذوالنون یونس را به یاد آور، آن هنگام که خشمگین و با قهر از میان مردم بیرون رفت و گمان کرد که آسوده شد و ما بر او تنگ نخواهیم گرفت. اما همین که در کام نهنگ فرو رفت و سبب آن را دانست، پس در آن تاریکی ها ندا داد که خداوندا، جز تو معبودی نیست، تو پاک و منزهی و همانا من از ستمکاران بودم و نمی بایست خشم و غضب می کردم. پس دعای او را اجابت کردیم و او را از آن اندوه نجات دادیم و ما اینچنین مؤمنان را نجات می دهیم. داستان حضرت یونس علیه السلام در تفاسیر به شکل‌های گوناگون نقل شده است. در تفسیر فخری رازی از جمله این داستان نقل شده است که روزی جبرائیل علیه السلام، فرشته وحی الهی، به یونس علیه السلام وحی آورد که به سوی مردم منطقه نینوا حرکت کن و چون آن مردم همواره بر گناه و معصیت فرو رفته اند، آنان را از نزدیک شدن عذاب الهی خبر ده. یونس علیه السلام در برابر این دستور خدا به جبرائیل گفت: باید اسبی تیزرو مهیا نمایم. جبرائیل گفت: وقت نداریم، بایستی با سرعت این امر الهی را به سرانجام برسانی. یونس علیه السلام از این اصرار جبرائیل ناراحت شد و بدون کسب اجازه از محضر خداوند با خشم و غضب از منطقه خارج شد و به سمت بحر حرکت نمود. خلاصه سوار بر کشتی شده و به منطقه دیگر عزیمت نمود. در میانه راه ناگهان کشتی به خاطر روبرو شدن با نهنگ بزرگ دچار اضطراب گردید و چیزی نمانده بود تا همه اهل کشتی غرق شوند. صاحبان کشتی تصمیم گرفتند تا برای دفع این بلا یک نفر از ساکنان کشتی را به بحر بیاندازند و خود را از این مصیبت رها سازند و 3 بار قرعه کشیدند و در هر 3 نوبت نام یونس علیه السلام درآمد. بنابراین او را به آب انداختند. همان لحظه نهنگ او را فرو برد و به درون بحر رفت. اما به امر الهی از خوردن و هضم یونس منع گردید. یونس علیه السلام در آن تاریکی های شکم ماهی و اعماق آب به ظلم خود به خروج نابجا از میان مردم پی برد و به آن اعتراف کرد. پس خداوند دعای او را مستجاب فرمود و او را از آن حال نجات داد. از آن پس یونس لقب ذوالنون یعنی صاحب ماهی را دریافت کرد.
در آیات 143 و 144 سوره صافات آمده است که فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، یعنی اگر نبود که یونس از زمره تسبیح کنندگان به شمار می رفت، هر آینه تا روز قیامت در شکم ماهی محبوس می گردید. یک درس مهم از این داستان را می خواهم در پایان عرض کنم. یک غضب بیجا، یک خشم بی مورد گاه یک پیامبر خدا را گرفتار می کند. خشم و غضب دشمن آدمی است و به هنگام هیجان غضب عقل به کلی از کار می افتد و انسان دیوانوار حرکاتی را انجام می دهد که نه تنها مایه تعجب همه اطرافیانش می گردد، بلکه خود او نیز بعد از فرو نشستن آتش غضب از کارهایی که در آن حال انجام داده است در تعجب و وحشت فرو می رود. غضب عقل آدمی را فاسد می کند و انسان را از کار صحیح دور می سازد و گفته‌اند فقط در موقع غضب می توان عقل و رأی افراد را سنجید. آدمی هنگامی که خشمگین و برآشفته است در دشواری خود به دام می افتد. هرچی بیشتر خشمگین شود و دست و پا بزند بیشتر در باطلاق دشواری ها فرو خواهد رفت. غضب سبب تباهی ایمان است، زیرا افراد عصبانی نه تنها مرتکب گناهان کبیره می شوند که با ایمان صحیح سازگار نیست، بلکه گاهی به ساحت مقدس پروردگار نیز نعوذ بالله جسارت می کنند و یا بر حکمت و قسمت و تدبیر خداوندی خورده می گیرند که این مرحله است بسیار خطرناک. بنده از بندگان خاص خدا یکی از فرشتگان را ملاقات کرد و به او گفت دانشی به من بیاموز که بر ایمان و یقینم بیفزاید. گفت خشم و غضب را ترک کن، زیرا هنگامی که انسان غضب می کند شیطان بیش از هر زمان بر او مسلط است. بنابراین تیرهای غضب را با سپر وقار بازگردان، آتش آن را با آب آرامش خاموش کن و از شتاب زدگی بپرهیز که هنگامی که در کارها شتاب زده عمل کنی از نصیب خود محروم خواهی شد و در برابر اشخاص دور و نزدیک مهربان باش و سختگیر و کینه‌توز نباش. در پایان یک راهکار بسیار ساده برای مدیریت و کنترل خود در حالت خشم را یادآور می شوم. وقتی عصبانی هستی قبل از سخن گفتن تا 10 بشمار. اگر خیلی عصبانی هستی تا 100 بشمار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.